تخمیناً کشید. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرد متاع خانه اوست. به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. سلام و درود به پایان نثار یکایک شما زبان آموزان گرامی، برادران و خواهران ارجمند. از یگان نفر اگر در اینجا باشد معذرت میخوایم که یک کمی مشکلی تکنیکی داشته، مشکلی اینترنت بود. به هر حال به فکرم که طوری شد یا نه. چی بگه تقمص باشه. دوستان آواز هست نیست؟ آواز هست. خواه بهترین. دلشد تجه سلام علیکم و علیکم، چی حال داریم؟ و علیکم سلام، خوش آمدین برادر عزیز. دلشد تجه دسترخوان زیبا، سلام به همه. سیوم لایک و علیکم سلام، خوش آمدین دسترخوان زیبا. دلشد تجه یکم لایک از من، تشکر زیاد. بلکسی سلام اکا، سیوم لایک از من، تشکر زیاد بلکسی و علیکم سلام، خوش آمدین دسترخوان زیبا. چی حال داریم؟ شکری خدا خوبیم، شما خوبین؟ تنجین دلشد تجه خوش آمدین. اپای زیبا بسیر 91 پنجم لایک، سلام با همه و علیکم سلام. با چسب چی ایفر علیکم سلام. اکا آواز هست کلوشته دنیا ورلد، سلام با همه و علیکم سلام. خوش آمدین برادر عزیز. دنیا ورلد علیکم سلام، خوش آمدین. اکی محمد خورشید تجه مهمان شوید دوستان. خب دوست گرامی، خورشید تجه درس زبان انگلیسی است. فکر میکنم که بار اول است اشتراک میکنین. متاسفانه در این افیر یعنی کلید داده نمیشود. بنابراین اگر خواهش آموختن زبان انگلیسی باشید مرحمت میتونین اشتراک کنید، یعنی رایگان است. و اگر به خاطر کلید آمده باشید خیلی متاسف هستیم. سلامت باشید دلشد برادر، حالت خوب است؟ خب دنیا ورد خیلی معذرت میخوایم که به خاطر درس گفته بودیم که برمختر کنیم. راستی یک روز پیش میشید اگر اعلان میکردیم، خب یعنی همه درکدار میشدن، به نهایت خوب میشه. اما یک دو سه ساعت پیش مثلا فکر میکنم که قدر خوب نیست برای مردم همه ساعتی نه منتظر بودن. ماهین ششم لایک، سلام علیکم به همه و علیکم سلام، خوش آمدین خواهر گرامی. بلکسی اکی محمد چه خیلی سازه. دلشد تجه شکر خدا سازه. دلشد تجه خوش آمدین. افای ماهین دسترخوان و علیکم سلام. نازنین السلام علیکم و علیکم سلام، خوش آمدید نازنین خان. ولاگ آشخانه تجه سلام و علیکم سلام، خوش آمدین همه کسا. نازنین هفتم لایک، تشکر زیاد. دنیا ورلد بلکسی خوب هستم برادر، شما خوبین؟ خب بهترین. ولاگ آشخانه تجه خوبه انشالله مکسر. شکری خدا خوبه تنجیم، شما خوبه تنجین؟ خب نظرتون درباره درس دیروزه چه خیلی است دوستان گرامی؟ بعضیاتون نوشتین که یعنی درس دیروزه یعنی خوب گذشت.
иншолло ки умед дорам ки барои ҳаматон хуб гузашт дарси дирӯза, яъне мисли дирӯза анҷом бидем ё ки мисли ҳамеша. نازنین 2000 خوش باشد دوستان، سلامتیتان. نظمی استاد شکلی خدا خوبیم. تنجیم شما سازین تنجیم. نازنین بانو دسترخوان زیبا سلامت باشین ارشاد. لکسی خدا را شکر سازیم. نازنین 2000 خوش باشد پایزه بود. دنیا ورد بهترین بود. خب یعنی که مثل دیروزا دوام تیمه، مثل دیروزا. خب time is gold. Time is gold همینجا هستن. Time is gold. من اینجا نامه دوستا رو نوشتم در دفتر. یعنی که در این روز ما خیلی میگذاریم. یعنی اول متن درس رو میخونیم، یعنی دیالوگ رو میخونیم، گفتگو رو میخونیم. بعد از این در وقت تمرین کار کردن سه کس میپرسیم. مثلا درسی گذاشته خیلی بود که یک کس میپرسیدیم تا یک کس شاید دیر میشنوید گپ ما را، شاید که جواب رو دیر مینویش، خیلی وقت میروه. بنابراین امروز مثلا سه نفر میپرسیم. مثلا وقتی تمرین دو آمده میگیم که تمرین یک یا رقم یک مثلا دنیا ورلد تایم از گول علی خیرات مرحمت جواب دهیم. یعنی سه نفر، فقط سه نفر میتونن جواب دهن. خواهش میکنیم دیگرها جواب ندهند، نوبت هر یک نفر میآید. و در اینجا نام های بسیاری از شما رو نوشته ایم. نام کسی که نباشد خبر کند. دنیا ورلد تایم از گولد علی خیرات دلشاد تجه تاج ولوگ مام بلکسی الله ولیکی سمیه خان سبرینا خان بسیر 91 آشخانه با بسم الله پرسیلنس تجه دسترخوان زیبا کازان تجه مادر تجه ستورما ولوگ سوپر ماما ماما بلوگر تجه پیرو خوجیو عایشه گلاموف و بانوی پروهانر یوسمین ولوگ آشخانه تجه. خوب نام کسی که نیست در اینجا میتواند نویسد که نوی من در اینجا نیست، نوی من رو بنویسین. Time is gold. Hello all my friend. Hello. How are you? Time is gold. Blexi. Hello. Time is gold. Dilshot Teje. Welcome brother. Time. How are you? Tanhoy Tanho. Salam alaikum wa alaikum salam. خوش آمدین برادر حسن یا خواهر. تنهایی تنها. خب اگر کسی که بخواهد البته، یعنی مجبوری نیست، یعنی این درس آزاد است، رایگان است، به پول است. اگر کسی خواهد نامش در این دفتر چخیلی گفتیم نیست، میتواند چکار کند نامش رو گوید، باز مینویسیم. کازان تجه سلام علیکم استاد. و علیکم سلام. خوش آمدید اپای کازان تجه. تشکر زیاد برای آمدنتان. دلشاد تجه خوش آمدین. Time is gold. I am fine. کازان تجه سلام علیکم به همه دوستان. دلشاد تجه خوش آمدین اپای کازان. دسترخوان زیبا نازنین نسکو Time is gold. Thank you دنیا ولوگ آشخانه. نامی منم بدای ما یگان چیره نمیدانم بهای دو نیخی نگی انشالله که اساسه میریم به پیش. نام تان بده سا؟ خب تنهایی تنها. اکر نامی مرا بنویس. خب حاضر می نویسیم تنهایی تنها. خب تنهایی تنها. خب کازان تجه استاد جان من میخواهم لیکن چشمانم کمتر آسیب دیدن. خب بخیر است انشالله اپای عزیز. تشکر برای آمدنتان. خب خودتون احتیاط کنین. البته این کامپیوتر و این تلفن ها ضرر دارن برای خواستم برای چشم و دعا میکنیم که خداوند شفای کامل و شفای عاجل نصیب روزیتون بگردونه. خب خوش آمدین حاکم جان. السلام علیکم و علیکم سلام. دلشاد تجه الان چی کجا شد کامنتاری بالا گذاشت. حاکم جان علیکم سلام. دلشاد تجه خوش آمدین. اوکی حاکم جان. دنیا ورلد تایم برادر کانالتون در چند تا ابونه دارید؟ حاکم جان خوش باشین. رحمت. خب دوستان گرامی پیش از اینکه درس آغاز کنم خواهش میکنم یک چیز را میخوام به شما برسانم. دنیا ورلد الان تنها
влог ошхона ҳокимҷон таймезгол 6 ба фикрам казантаҷи дилшод салом боша бошед додарҷон. бародарони азиз, дар эфири гузашта як каме зиёдтар амн табассумчаакҳо бигем ё ки смайлинг бигем зиёдтар шуданд. Бинобар ин канали моро ба ҷое ки 31 соат ба ҷое ки 31 соат зиёд шавад соат 31 соата минус кардан ай бигем дақиқаомон. бинобар ин аз якояки шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ва хосатан аз бародари азиз ҳокимҷони Фархорӣ хоҳиш лутфан коммент намонен, чи маъзарат смайлинг намонен хоҳиш. Яъне эфири дирӯза бояд зиёд мешид 31 соат, баръакс 31 соат кам шуд. Аммо апаи Шаҳлови Наҷмиддин рост мегӯям, смайлинг зарар дорад, яъне воқеан барои мо зарар кард. казантаҷи устоз раҳмат барои дастгирид. Худованд баракат битавад додарҷон. Саломат бошед апаи азиз. ҳокимҷон Фархорӣ ханда. Бале ҳокимҷон хоҳиш илтимос кардем. Нашид Ислам 123 салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Ахи наомадам. Хуш омадем бародари азиз. ҳокимҷон дина ман набудам ку. Бале шумо набуден. Намедонам буден набуден ки, яъне шуморо дар назар надорам, яъне дигар касо смайлинг бисёр навиштанд. ба ҳамон хатир пешакӣ як гуфтем эълон кунем. Дилшод бародар الان تنها می شود. یا آمدم برفتم. خب دلشد تجه اسماعیل دشمنی افیر هست. حاکم جان گپ نیست استاد. سلامت باشه حاکم جان. دلشد تجه خوش آمده نکنی نشید. خب دوستان گرامی، یک بار دیگر نامه‌هایی که در اینجا نوشتم، کسی که نام خوشش نمیبینه در اینجا، اگر به شرط بخواه، خب درسی آزاد است، یعنی اگر کسی بخواه نامش بنویسیم، یعنی در این درس‌های ما اشتراک کنن و از روی همین ورق، یعنی میپرسیم که فلانچه مثلا جواب ده، فلانی جواب ده مثلا، یا رقم 2 از فلانی، رقم 3 از فلانی آماده میشون و جواب میدن. خب دنیاوال، تایمزگال، علی خیرات، دلشد تجه، تجملگمان، بلکسی، الله ولیکی، سمیه خان، سبرین خان، بسیر 91، آشخانه با بسم الله، پرسلنسی تجه، دسترخوان زیبو، کازن تجه، مدر تجه سترامو، ولاگ سپیرامو، ما بلاگر تجه، پیرا خودجیو، عایشه گلاموف، بانوی پرهانر، یاسمین، یعنی سرشتپن، ولاگ آشخانه تجه، تنهای تنها. خب اینها بودن نامهایی که من در خاطرم آمد، در ذهنم آمد، نوشتمشون. خب کسی که نامش فراموش کرده باشه معذرت میخوام و میتواند که باز بگه نامش مینویسیم میشون. خب کازن تجه حاکمجان فرخوری با سمایلیک میگشتی اکه چیکار میکنی؟ خب انشالله کوشش میکنه که دیگه ننویسن، نه روی یکن سمایلیک. حاکمجان نه سازی خوبی دلشاد نامی من هست. بله عایشه گلام السلام علیکم. استاد سازی خوبین، شکری خدا و علیکم سلام، خوش آمدین. دلشاد تجه رحمت معلم نامی مرا نوشتین. سلامت باشین. حاکم جان دیگه 14 میگردم. بلکسی نامی منم هست. حاکم جان سازی خوبی میگم. سمیه خان سلام. اپای سمیه خان سلام. نازنین نغز شما نغز می. خب دلشاد تجه خوش آمدین. اپای عایشه کازن تجه خدا رو شکر ساز. خدا که سازی دادر جان. نشید اخی ما کار داریم، نکی لایک اینامی ما است انشالله. خب تشکر زیاد برادر عزیز. دلشاد تجه خوش آمدین. افای سمیه خان همه کسان نغزین سازین. دلشاد خوش باشین. دلشاد تجه خدا رو شکر سازیم. شما چی حال دارین؟ شما چی افای سمیه خان کازن تجه 8 لایک از من تو سلامت باشین. تشکر زیاد افای گرامی. حاکم جان بعد افیر کامنت کن. اوکی حاکم جان بعد افیر کامنت کن. اوکی سمیه خان ساز نغز شکری خدا افطار کرده شدیم. عایشه گلام سلامت باشین. دلشاد تجه. خب دیگر کامنت ها را خواندیم، تمام کردیم. میگذاریم به کتاب انشالله. خب دوستانی که در این افیر باری اول است اشتراک میکنن، البته 2 نفر یا 3 نفر پی بردیم. ما از کتاب New Grammar Time 2 New Grammar Time 2
дарсҳоро идома додастем. Эфири сеюм аст, агар худо накунам. Бале, эфири сеюм аз китоби New Grammar Time 2 ва китоби якумро мо тамом кардем. Айни ҳол дар китоби дуюм қарор дорем. Дар китоби дуюм дар мавзӯи be subject pronouns дарсҳои мо ҳар рӯз соати 9 ба вақти Москав идома доранд. ҳар рӯз соати 9 бега. خب دلشد تجه اکای تایم نام شما چیست؟ کازان تجه استاد من ویدیوهای شما را در ایما و واتساپ подписаться میکنم. تشکر زیاد. خیلی میادار هستیم اپای کازان تجه. سلامت باشین. خداوند سلامتی و صحتی و تندرستی خداوند نصیب روزی تام گردونه. голос ислам. салом алейкум ахи. اینا لایکی دیم ایما دیم کانالم. خب تشکر زیاد голос ислам. خوش آمدین. دلشاد تجه خوش آمدین اکای голос. خب دوستان گرامی چه خیلی گفتیم ما در موضوع be subject pronouns قرار داریم. یعنی be چی رو میگن؟ be یعنی verb to be رو در نظر دارن. verb to be کازان تجه поделиться. بله فهمو. تشکر زیاد. خیلی منتظر هستیم. خب بی چخیلی گفتیم بی از یعنی verb to be رو در نظر دارن و کسانی که در کتاب یکم بودن الکی میدونن که verb to be چی رو در نظر دارن. verb to be همون am is are یعنی am is are از جمله verb to be هستن. یعنی verb to be با همراهی subject pronouns جانشین های فاعلی رو میگن. جانشین های فاعلی در گراماتیکا جانشین های فاعلی نام برده می شود، اما در علاهیدگی personal pronouns میگویند. personal pronouns یعنی جانشین های شخصی. خب میرویم با سراغ رسم یکم. خب کمتر کلانتر نمیده. رسم یکم در اینجا میگه this is my cousin Jenny. cousin گفتن cousin در اینجا cousin نوشته است اما cousin خوانده می شود. cousin گفته بچه خاله، دختر خاله، بچه عمه، دختر عمه، بچه عمک، دختر عمک، همین ها رو در زبان انگلیسی cousin میگن. cousin دلشاد تجه cousin. بله انا خیلی cousin یعنی در خمون مثلا عمک بچه، تقا بچه یا که بچه تقای مثال و مثل همین. خب میگوید این خب در زبان تاجیکی مثلا cousin با تنهایی یک کلمه نیست که ما بگیم که این مثلا ترجمهش فلان میشود. اینجا مثلا بچه خاله، بچه تقا، البته نامعلوم است که بچه خاله است یا بچه تقایش است یا بچه عمه‌اش است یا که دختر عمه‌اش است مثال گپ. از روی نقلشون بعداً معلوم می شود که آیا دختر خالش است یا دختر عمه‌اش مثلا یا دختر عمکش. یعنی این دختر عمه یا که دختر عمکی من است جنی. she's from Australia یعنی وای از استرالیا است. اینو کی گفته است؟ brain گفته است. و در جواب دیو میگه hi Jenny I'm Dave یعنی سلام جنی من دیو هستم. خب رسم دوم رو نگاه میکنیم. you are very tall گفته قد بلند رو میگن. tall قد بلند قد بلند. you are very tall تو خیلی قد بلند هستی. are you a basketball player یعنی میگه آیا تو بازیگری بسکتبال هستی، یعنی بازیگری بازی بسکتبال هستی. خب در جواب دیو میگه yes I am.
خب شاید شوخی دارد که دیگر در اینجا میبینیم توتی در حیرت مونده از خاطر برین. yes این برای من بازیگری بازی بسکتبال هستم مثلا. خب در رسمی سه نگاه کنیم. who's that یعنی وای کیست. اینجا مثلا همون دختر خالش یا دختر عمه‌اش پرسیده است، یعنی میگه وای کیست، اشاره به توتی کرده و در جواب زاید میگه it's Corky my parrot، یعنی میگه وای توتی من پرات است. پرات معذرت دوستان، وای توتی من کورکی است. کورکی نامش است و پرات توتی میشه پرات. رسم 4 رو نگاه میکنیم. در رسم 4 توتی میگه who am I یعنی من کیست هستم، من کی هستم. who are they یعنی اونها کیها هستند و در جواب زوی میگه you are Corky یعنی تو کورکی هستی. they are your friends یعنی اونها دوستانی تو هستند. Brain and Deaf یعنی نامهاشون Brain و Deaf. this is Jenny این جنی است. یعنی شاید اینجا سری کورکی کمی چرخ زده است، تو خورده است و اون خاطر پرسیده که من کی هستم، اونها کیها هستند و مثل همین. و خب و در اینجا قاعده پوزیتیو جمله های مثبت I am یا اینکه به شکل مختصر I'm انا همین am is are رو verb to be میگن در زبان انگلیسی. verb to be ترجمهش در زبان تاجیکی یعنی فعلی بودن. یعنی I am Jenny من جنی هستم یا اینکه I'm Jenny من جنی هستم. He is tall وای قد بلند است. She is tall یا she's tall وای قد بلند است. It's in the park وای در باغ است، وای در پارک است. We are in the park ما در باغ هستیم. You are in the park شما در باغ هستین. They are in the park اونها در باغ هستند. اینها بودن جمله های خبری، جمله های مثبت یعنی جمله های تصدیقی. میگذاریم به جمله های منفی. I am not Jenny این شکل پرهش هست، شکل اختصارش I'm not Jenny من جنی نیستم. He is not Jenny وای جنی نیست. She is not tall وای قد بلند نیست. She isn't شکل کوتاه شده، شکل مختصر she isn't tall وای قد بلند نیست. It isn't in the park یعنی وای در پارک نیست، وای در باغ نیست. یعنی که we are not tall ما قد بلند نیستیم. You aren't in the park شکل اختصاریش you aren't in the park یعنی تو در باغ نیستی. They aren't in the park اونها در باغ نیستند. و جمله سوالی اگر خواهیم که از کسی سوال کنیم که آیا تو فلانی هستی، آیا تو در فلان جا هستی، آیا تو فلان کس هستی، مثلا میگیم که am I Jenny آیا من جنی هستم. is he Jenny آیا وای جنی است. is she Sally میرا فراموش کردم ترجمهش چی میشه. اون کس میدونه Sally یا Silly یا Silly دو تا ال از اینجا. Silly ترجمه Silly چی میشه و time is gold اپای بسیر 91 دنیا world. خب اون کس دونه ترجمهش نویسه راستی تخمینا درباره ادب به فکر می رود گپ، یعنی با ادب است یا اینکه بی ادب است. خب غلط ترجمه نکنیم، خوب ترش یا اون کسی دوند نویسد. Is it in the park آیا وای در باغ است. Are we in the park آیا ما در باغ هستیم. Are you in the park آیا شما در باغ هستین. Are they in the park آیا اونها در باغ هستند. خب از اینجا ما چی رو باید خوب در خاطر داشته باشیم، یعنی
am is are verb to be هستن. همین قدر. دنیا word silly کار یعنی ناشنوا. خب یک لحظه دوستان، به عقل با فکر همین خیلی یک درباره آداب بود یا که به آدابی بود. خب باز یک لحظه که اونجا کتابی چرا شدگی هستیم میشه. بله خب یک لحظه دیگه از چی بینیمش باز خوبتر می شود. خب سیلی تلفظ می شده. چی گفتیم؟ سیلی آدمی کم عقل، نادان، ابله. خب دوستان گرامی، آدمی کم عقل یعنی همون چیزی که شما گفتین، یعنی دلشاد تجه و دنیا ورد یعنی به عقل مثلا، یعنی آدمی کم عقل یعنی آدمی به عقل، نادان، ابله سیلی می شده است. یعنی در اینجا میتونیم سوال کنیم که مثلا is she silly آیا وای کم عقل است، آیا وای به عقل است مثلا. خب در اینجا short answers یعنی جواب های کوتاه yes I am یعنی بله من هستم. اگر یک نفر مثلا سوال کرد که are you in the park، میتونیم جواب بگیم که yes I am که شد بله من هستم. یعنی همون سوالی که داد، همون جمله که بگیم که سوال کرد، همون جمله رو تو تصدیق کردستی. یعنی اگر درباره پارک پرسید بله من هستم، یعنی منظور بله من در پارک هستم، یعنی بله من در باغ هستم مثلا. time is gold silly قوه. خب با دو ال است. time is gold با دو ال چخیلی که در اینجا آمده است. نو در قاموس دیدیم، قاموس فرهنگی استاد نامش عبدالسلام محمد نظرов دیدیم چی بوده است؟ آدمی کم عقل، نادان، ابله. خب no I'm not نه من نیستم مثلا. yes he is yes she is no he isn't no she isn't no it isn't. yes we are yes you are yes they are no we aren't no you aren't no they aren't. خب اینها بودن جمله های جوابی یعنی جواب های کوتاه. در اینجا میگوید WH questions and answers یعنی جمله هایی که با WH آغاز می‌یابند، سوال هایی که با WH آغاز می‌یابند و جواب هایشان. مثلا در اینجا وقتی که کجا شد؟ وقتی که با am is are جواب سوال شد، همون جمله با yes no انجام می‌یابد و این سوال ها رو سوال های yes no questions می‌نامند. yes no questions. اما سوال هایی که جواب طولانی در کار برای اونها رو WH questions می‌نامند. WH questions و فیلم در کتاب یکم در این باره گفته گذاشته بودیم. مثلا who is Jenny یعنی جنی کی است؟ ما نمیتونیم در جواب بگیم که yes یا که no. she's my cousin یعنی وای انموک بچه من است یا تقا بچه من است. مثال میگم where is Corky یعنی کورکی در کجاست؟ he's in the garden یعنی وای در باغ است. what is that یعنی وای چی است؟ وای چیست؟ it's my dog it's my bag معذرت it's my bag وای سمکه من است، جزدانی من است. خب تا اینجا بودن دیالوگ یعنی گفتگو در بین دختر عمک بگیم یا که دختر خاله برین و دیو برین زوی و توتی. خب میگذاریم بعد تمرین ها. خب قاعده تمرین ها رو رعایت کنیم. مثلا وقتی که من اینجا نامه ها رو نوشتم میگویم که رقم 1 مثلا فلان آدم جواب داد مثلا، یا که مثلا رقم 1 فلان آدم و رقم 2 فلان آدم
و به همین طریق یعنی سه آدم رو نامش رو میگیریم و جواب میدین شما. Ali Khirat, hello, how are you all? I wish you are all good and sorry teacher for late. در اینجا برادر علی خیرت سلام میگوید و از همتون سلامتیتون رو پرسیدسته و بهترین تمنیات آرزو کردسته و معذرت پرسیده برای دیر کردن. خب بخیر است برادر علی خیرت، فقط همون کلمه لیت نوشتین در جای ای ا میاد، ای یعنی ای توجیکی مثلا ای انگلیسی ای، بعد از ال ای میاد ال ای تی ای late. خب و برادر عزیز همون سمایلی که دیگر نمونه خوب میشه و درسی گذشته یعنی ما در اول افیر تکرار گفتیم باز تکرار میشود. درسی گذشته از پشت همین سمایلی که شاید باشد نمیدونم از پشت چی است که درسی گذشته سمایلی بسیار شد و قریب 31 ساعتی ما رو بریدن. خب دیگر همون نمونه خوب میشود. خب تمرین یکم circle the correct word یعنی کلمه های درست را حلقه بکش، دایره بکش. چخیلی که در اینجا مثلا کارکی is are my parrot، البته درستش is است یعنی کارکی is my parrot، نمیشود کارکی are my parrot به خاطر که یک نفر است یعنی جمع نیست، یعنی بنابراین کلمه درست در اینجا is است is. خب تمرینی از یک لحظه ای را کمی دیگر کلام کنیم. تمرین دو دنیا ورلد. تمرین دو دنیا ورلد جمله رو با پراگی نویسین. وقتی با پراگی می نویسین یعنی دیگر رو هم بگیم که دریو میکنن بنویسن، یعنی اسپید میکنن بنویسن. دنیا ورلد بسیر 91 سلام تیچر و علیکم سلام، خوش آمدین اپای بسیر 91. دلشو تجه در اول افیر اعلان کرده بودیم که در حالت تمرین یعنی سه نفر اعلان میکنیم و سه نفر جواب گوین، این خیلی بهتر است. خب معذرت برادر جان. خب در اینجا دنیا ورلد رقم دو time is gold رقم دو، علی خیرت رقم دو. همین سه نفر جواب دیدن تمام، غیر از سه نفر دیگر دوستان معذرت میخوایم حضورش جواب ندیدن. دلشو تجه بخش مالی فراموش کردم. خب بخیر است بسیر 91 سوزی نوازی کودکو هم سوزم خواهر جان. خب از روی چخیلی گفتیم اعلان میخونیم، سه نفر جواب دیدن. دنیا ورلد تایم از گولد علی خیرت. رقم دو در همینجا کدام ورب تو بی درست است یا کدام کلمه درست است از همین دو کلمه am یعنی که are. دنیا ورلد جواب نوشتم که جدا نوشته من دیدم راستی از یک لحظه. فهم brain and I are friends. بله درست. علی خیرت I am and brain are friends. بله درست. time is gold همینجا هستین انشالله که جواب رو میدونین نه؟ کازن تجه are استاد. بله are میشود بخاطر که در اینجا friends اومد یعنی شکل جمع. خب رقم سه دلشو تجه تاج ولوگ مام بلک سی. رقم سه همین هر ستون میتونیم بنویسیم. رقم سه در اینجا میگه deaf you is است یعنی که are است very tall. رقم سه دلشو تجه تاج ولوگ مام بلک سی. deaf you are very tall. بله درست است. تاج ولوگ مام همینجا هستین. تاج ولوگ مام بلک سی deaf you are very tall. بله درست است. خب بهترین میرویم به سراغ رقم 4.
رقم 4 برین میگوید که Jenny is are from Australia. در همین جا is درست است یا اینکه are درست است. الله ویلی که اپای سمیه خان بسیر 91. الله ویلی که اپای سمیه خان سبرین خان اپای بسیر 91. رقم 4 رقم 4 استاد دیگران جواب ندین. خب شما هم جواب دین. خوب است انشالله. دیگران یاد میگیرن از روی نوشته شما. مثلا if you are very tall این سیم بودن. رقم 4 داریم اپای سمیه خان نیستن چی؟ الله ویلی که نیستن چی؟ از همین 3 نفر کدام باشین نویسین. با هم خاطر 3 نفره انتخاب کنید که شاید بعضی ها نیستن یا که بعضی ها دیر می نویسن. خوب کسی اگر براق نوشتن گیرد. الله ویلی که سمیه خان سبرین خان بسیر 91. رقم 4 در همینجا کدامش درست است؟ Jenny is یعنی که are from Australia. کازان تجه Jenny is from Australia. بله اپای کازان تجه درست است. اپای بسیر 91 نه سستی کردین. اپای کازان تجه جواب دادن. خب اپای بسیر 91 چهارم is. بله is می شود. Jenny is from Australia. یعنی جنی از استرالیا است. خب رقم 5 I am یا اینکه are okay. رقم 5 نوبت به آشخانه با بسم الله پرسیلنسی تجه دسترخوان زیبا. از همین 3 نفر کسی باشن مرحمت جواب دین. رقم 5 I am یا اینکه are okay. آشخانه با بسم الله پرسیلنسی تجه دسترخوان زیبا. رقم 5 کدام درست است؟ I am okay درست است یا اینکه I are okay. کازان تجه okay دسترخوان زیبا I am okay. بله I am okay درست است. okay. I am okay. با فکرم آشخانه با بسم الله همراه پرسیلنسی تجه نیستن. خب میگذاریم به 6 رقم 6 Brain and Jenny is our cousins. یعنی برین همراه جنی امک بچه یا که امک دختر هستن مثلا. یعنی خشتوار هستن. خب رقم 6 نوبت به کازان تجه مادر تجه ستاره ماه ولوگ سوپر ماما. از همین 3 نفر کسی باشد مرحمت میتونن جواب دین. سویما دولت فا کازان با ایجاد چی میکوی. خب شما این اپای خواهری سویما دولت و در اینجا درس زبانی انگلیسی است. خب میتونین اشتراک کنین. کازان تجه درس میخونم. اپای کازان تجه دسترخوان زیبا شما با جواب دادین. لطفا دیگر جواب ندین تا نوبت نایه. 6 Brain and Jenny is توری است یا اینکه are توری است. در همینجا نوبت به کازان تجه مادر تجه ستاره ما ولوگ سوپر ماما. Time is gold. استاد من از کار آمدم ماندم. همه شب خوش. خب به شما نیز شب خوش. Time is gold. خداوند نگهدارتون باشه. باز فردا وا میخونیم. خب در اینجا کی بود؟ اپای کازان تجه در همینجا is درست است یا اینکه are درست است. یعنی brain and Jenny is cousins یا اینکه are cousins. اپای کازان تجه همینجا هستین که بار اومدن.
خب اگر افای کزن تجه نبوش خب جواب دادن are. بله are درست است. یعنی Brain and Jenny are cousins درست. are درست است. دسترخوان زیبا یک بار گفتیم که یعنی لطفاً یعنی تو نوبتون رو دیگر کامل ننویسین. خب نوبت افای کزن تجه بدن جواب دادن. خب این تمرین رو کار کردیم. میگذاریم بعد تمرین دیگر. در اینجا میگوید read and write یعنی بخوان و بنویس. Brain is clever. Brain دانا است. Zoe and Vicky are friends یعنی زوی و ویکی دوست هستند. Dev is a basketball player یعنی Dev بازیگر بسکتبال است. افیر چسبیده است. چی بهترش سی بگه دوستانی عزیز افیر چسبیده است. چسبیده است باشه خبر کنید بکشیم شاید سر بداریم یا که خب افیر ده همه چسبیده است باشه آواز هست. دنیا وارساز شد کم کم میچسبه. خب دو تمرین دیگه امیره چکنیم بگیریم یا که نیاکت در من سوزه. خب رقم 4 the children are in the garden یعنی کودکان در باغ هستند. my cousin and I are 10 years old یعنی من و امک بچم یا تاقه بچم 10 ساله هستیم. the door is open در کشاده است. Vicky is happy ویکی خوشبخت است خرسند است. the cats are on the table گربه ها در بالای میز هستند. خب اینها رو چیکار میکنیم؟ اینها رو یعنی با جانشین های شخصی میاریم. یعنی در اینجا نگاه کنیم brain is clever. brain یعنی شخصی سیوم است یعنی با he میاریم he is clever. و در اینجا زوی ویکی دو نفر است شکل جمع شد یعنی they are friends. خب رقم 3 در اینجا چی میاد؟ رقم 3 نوبت با ماما بلوگر تجه پیرو خوجیو عایشه گلوموف همینجا هستین. رقم 3 شوکت اوازف سلام دوزدهم لایک و علیکم سلام خوش آمدین برادر عزیز. رقم 3 ماما بلوگر تجه پیرو خوجیو عایشه گلوموف یگون نفرتون همینجا هستین. خب تخمینا نیستن با فکرم. برادر علی خیرد ما در اول افیر اعلام کرده بودیم که یعنی وقتی که در وقتی تمرین کار کنیم میایم 3 نفر نام میگیریم و همون 3 نفر حق دارن جواب دهن. باقی مونده ها منتظر نوبتشون هستن. مثل اینکه مثلا در دستی من یعنی در دفتر نام های همه یعنی نوشتگی است و از روی نام یعنی 3 نفر نوبت میدیم تا که به همه نوبت برسن. 3 نفر میتونن که کار کنن. سیوم he is